پدران و مادران گرامی و حاضرین ارجمند، مایه سرفرازی و قدرتمندی است که امروز مراسم وصول جوانان متین و قوی اراده ختلان زمین را به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در فضای صلح و آسایشتگی با روحیه بلندی افتخار وطنداری به طور متنتن تجلیل می‌نماییم. در این میدان بهترین جوانان قوی اراده و وطن دوست از تمام شهر و نواحی ولایت ختلان جمع آمدند که و دریافت مقام فخری سرباز وطن شرفیاب شده در جزء تامهای قواهای مسلح قرض فرزندی و شهروندی خود را سربلندانه ادا نمایند. ما با شما جوانان باننگ و ناموس، نیرومند و شرفمند ولایت که فرزندان ملتی صاحب معرفت و تمدن ساز و آبادگر و سازنده تاجیک می باشد افتخار میکنیم. مردم کشور در سیمای شما حامیان واقعی وطن، محافظتگران صلح و ثبات، پشتیبان‌های با اعتماد عدالت و راستی و امنیت جامعه را می‌بینند و باور دارند که شما همیشه به اجرای رسالت مقدس خود، یعنی حفظ مادر وطن و دفاع از منشأت‌های دولت ملت آماده هستید. با کمال نصرت و فرهمندی و صداقت و محبت صمیمی و میهن و شما جوانان که در موسم امسال اولی شده به صف قواهای مسلح کشور سفربر می‌شوید، دلیری و شجاعتمندی، چست و چالاکی و کامیابی و سرسبزی خواهان هستم. با همه شما راه سفید، سلامت و سربلند باشید.